خوجه انگورزار خرمی داشت. آن را به باغبانان اجاره داد و دور و دراز سفر کرد. چون انگور پخت او غلام نزد باغبانان فرستاد تا حصه خود را بگیرد، ولی باغبانان غلام را زدند و تهی دست بازگرداندند. خواجه غلام دیگری فرستاد، اما باغبانان او را هم سخت زده با دو دستی تهی بازگرداندند. آنگاه خواجه غلام سیوم را روان کرد. باغبانان او را نیز زده مجروح کردند و از تاگزار براندند. صاحب تاگزار سخت به اندیشه افتاد. دیگر چی کنم؟ پسر یگانه خود را میفرستم، شاید شرمشان آید. ولی باغبانان پسر را دیدند و با خود گفتند این پسر خواجه است، او را بکشیم و صاحب تاگزار شویم. بگو با ما بیشتر. او را از تاگزار بدر کردند، زار کشتند. پس صاحب تاگزار به باغبانان چی خواهد کرد؟ باغبانان را کشته تاگزار را به دیگران می سپارد. پس معنی این نوشته چیست؟ سنگی که معمار ردش نمود، همان سنگ سر زاویه برحق گردید. هر که بر آن سنگ افتاد پاره پاره شود، ولی سنگ بر سر کسی افتاد به خاک یکسان شود.